با سلام و درود دوباره در خدمت کاوشگران عزیز هستم با یک کلیپ کوتاه در مورد جوغن بیضی که ببینیم جوغن بیضی ما را به کجا میرسه. خب دوستان عزیز، ما اینجا یه جوغن بیضی داریم که من قایمش کرده بودم. یه حالت بیضی، داخلش هم پر خاک دارید میبینید. طولش 10 سانته، عرضش 5 سانته. خب دوستان، طول 10 سانت با عرض 5 سانت توی محدوده بر روی کف سنگ که دارید ملاحظه میکنید. خب 1 متری خودش دوست گل من قشنگ توجه کن و این قایمش کردم که میان میشکنن. خدا وکیله، حیف واقعا. ببینید که پر آبه. خب این جوغن ما عرضش 10 سانته، طولش 12 سانته. ببین دوستان توجه کنید، حالت برش داره به طرف پایین. این خودش یه سنده. حالت برش توی جوغنهایی که دهانشون تو یه اندازه باشه که اون مبحثش جداست، ولی تو این حالت که حالت برش داره بعد میره پایین تر یه جوغن و دهانه جوغن باز به طرف پایین. یعنی اگر اینجا پر آب کنی، جهت ریزش آب در این جهت. یعنی چی؟ این خودش میشه بهترین راهنما برامون، داره ما رو هدایت میکنه. کجا؟ تک سنگی که جلوی خودشه، تک قبری که پشت اون سنگ اگه نگاه کنید پشت سنگ حالت چی؟ بیضی شکل داره و قبری که پشتش کار شده. دوستان گفتم که کافیه دقت کنید. درسته شاید کلیپ های من ساده به نظر بیاد توضیحاتش، ولی خیلی جدیان، عین واقعیتن. جدی بگیرید واقعا کلیپ های منو. کسایی که مبتدی هستن، من با دفینه اینو کاری ندارم که چقدر طولانی میشه، متراژش میشه 12 20 40 متر 30 متر، با اینو کاری ندارم چون کار نکردم و نمیدونم دقیقا و نمیخوام اصلا برم دنبال دفینه اینا، چون واقعا انسانو از همه چی دیگه میاندازه. خودتون میدونی. اینم تقدیم نگاه قشنگتون. خدا یار و نگهدارتون. موفقیت همگی بهترین آرزوی منه. خدا حافظ.